خانم تمام اینها مهملاته. یعنی مردم ایران بدونن این جزایر ناموس ایرانه، این جزایر شرف ایرانه. کمترین عرض شود که عقب نشینی ما بکنیم فردا میگن خوزستان مال ماست. بو موسا، بو موسا یعنی بابا موسا، بابا طاهر، بابا فغانی اسم ایرانیه. و تنب بزرگ، تنب یعنی پشتی، تنب مار چون مار زیاد داشته از اول میگفتن تنب مار. و تنب کوچک اینا رو شورای اروپا میگه که باید اعاده بشه به عرض شود که کشوری که اصلا اون موقع نبوده، اصلا امارات متحده عربی در اون زمان وجود نداشته. یک چیز تازه میخوام براتون بگم، 2 تا جزیره دیگه هم اینا گرفتن. همین اعراب عزیز همسایگان مهربان ما، یک جزیره است به نام آریانا و یک جزیره دیگه هست به نام جزیره زرکو. زرکو رو اسمشو کردن زرقا، آریانا رو کردن سیر ابو نعیر. توجه الان همه رو نقشه ها هستش. و بعد خیلی جالبه خانم، ما نمیدونستیم روزی 550,000 بشکه نفت دارن از اون جزیره دومی میگیرن. پر از منابع. ای مردم ایران، ثروت این مملکت رو دارن میدزدن، طلبکار هم هستن. این 3 تا جزیره مال ماست. اون 2 تا جزیره رو ما میخوایم. اون باور که من پریشب نخوابیدم. از این 3 تا دست بر ندارن، اون 2 تا هم باید پس بدن. اون 2 تا هم باید پس بدن.